امام صادق علیه السلام فرمود رکوع عظمت و سجده قربه. سجده سرگذاشتن رو پای خداست و سجده قربه. سجده سرگذاشتن رو پای خداست. تا شما ارزش رو درک نکنید هماغوشی ممنوعه. اول باید تعظیم بکنید، عظمت رو درک بکنید، بعد تازه میفتی تو بغلش. بعد سرتو که برمیداری یه ماجرای اتفاق میفته تو این سر برداشتن و دوباره برگشتن به آغوش خدا. اصلا یه ماجرای اتفاق میفته، دوباره برم بغلش کنم. دیدی مادره رو؟ من زیاد مادر اجرا میکنم. بیا عزیزم سیر نشدم، بیا یه بار دیگه من بغلت کنم، بیا یه بار دیگه ببوسم. چی میگذره بین بنده و خدا؟ به خصوص بدونی که خدا مهربون‌تره به تو، توی معاشقه مهربون‌تره. تو درست سرتو میذاری روی پاروش، ولی اون تو رو صفر بغل میکنه، یه عالم دست میکشه رو سرت. چی درست کرده برای بندش. یکی از چیزهایی که خیلی بده و من خیلی خودم خیلی ترس دارم، یعنی هر وقت یادش میفتم یه حجم زیادی حسرت و قصه میاد تو دل من. این که من میدونم وقتی بمیرم میگم آخ چه غلطی کردم، نمازها رو از دست دادم. وای این شخص، این سلطان منو تو دنیا 40 سال 50 سال به آغوش خودش دعوت کرد و من یه دونه درست نتونستم یه سجده بکنم. 40 سال 50 سال به آغوش خودش دعوت کرد. این خیلی وحشتناکه. شما وقتی وارد برزخ میشید میرید تا حالا تا که صحنه قیامت، این سلطان تو دنیا همینجوری با حسرت نشسته منتظر که من بیام بغل هم کنیم همدیگه رو. این خدا چقدر ما رو دعوت کرد به نماز، شب نصف شب نصف شب. چقدر خدا وکیلی ما شب و فرشته‌ها بیدارمون کردن، دوباره گرفتیم خوابیدیم. سحرات، نمیدونم جمعه ها، شب جمعه ها، ایام مختلف اصلا نماز نمیخونیم. ما اصلا قدر نماز رو نمیدونیم. اونایی که تو بهشتن، جهنمی ها که هیچی. اونایی که تو بهشتن الان حسرت دارن که برگردن 2 رکعت نماز بخونن. اصلا نماز نمیخونیم. ما اصلا قدر نماز رو نمیدونیم. از این عشق تفره رفتیم. امیرالمومنین وقتی دنیا رو معنا میکنه میگه مسجد اولیاء خداست. برای چی به دنیا بد میگی؟ تو خودت بدی. برای چی دنیا رو نفرین میکنی؟ دنیا میدونی کجاست؟ دنیا محل وحی خداست. دنیا